با نام خدای مهربان. سلام، نور، برکت، عشق و زیبایی در خاندانتان. امیدوارم همگی خوب و صحت و سالم و بردم هستید. برنامه نوبتی کتابخوان است و هم صحبت من هستند بابای اکابیر و شراف. یادم نشان که بابای اکابیر از دهه زرکمر ناحیه فیض‌آباد از یک دهه کوهستانی به برنامه تشریف آوردند. ایشان دهقان هستند، باغدار هستند و در برابر این زیاده از 700 شعر و غزل و رباعی انشا کردند. بگید که در وطن عزیزمون تاجیکستان چه حال و روزگار دارید و زندگی رو چگونه پس سر میکنید؟ فعلا حالتون چگونه است؟ ما برای دعوت شما اولا از همتون تشکر میگیم. سلامت. ما زندگی رو در این دوره در ایام پیری خیلی خرسنده آور و با طلبات های زندگی جوابگو حساب میکنیم. زندگی رو به سر برده ایستادیم. یعنی همین 80 ساله که عمر دارید راضی هستید از همین زندگی؟ من اولش گفتم که از حیات دیده ام بگیله ام. معنیش همین که خیلی زندگی کردیم برای ما معقول است. خب از همون زمان پیشتر بگید که حیات و فعالیتتون چگونه آغاز شد؟ و من از خردی راستگاه به شعرگویی مشغول بودم. از خردی البته بی رهبر بی استاد هیچ کسی چیز نشده است. ما از پیش خود شعر می گفتیم، بعد حافظی نمایان هم شدیم. بعضی وقت در تو ایام 30 سالگی در 30 سالگی به حافظی مشغول بودید؟ حافظی مشغول بودیم. بعد مکتب دم نغز می خوندیم. در خواندن مکتبم خیلی به بهای 4-5 می خوندیم. دانشمون ساز بود. بعد کتاب میخوندید؟ ایام مکتبی کتاب میخوندید؟ چه اثرات رو خوندید؟ در کروژگ‌های مکتبی اشتراک میکردیم. بعد مثال در دهه‌ها در خیلی توی‌های رفیقانه خودمان اشتراک میکردیم. به درجه حافظی اکنون جمهوریوی نبودیم و در همین معرکه‌های خودمان چگونیم. بعد از خردی آوازی بسیار فراهم داشتم من. لیکن کمبودی همین که راهبر نگرفتیم، استاد نگرفتیم. آهسته هیچ کس از پیش خود چیزی نشد. مثلا ما اگر استاد می داشتیم اطاعت میکردیم شاید که حافظی زبردست نمیشد. و چی که حافظی رو ترک کردید؟ چرا حافظی رو ترک کردید و به سمت سرایندگی نرفتید؟ از روی نادانی شد. همین کمتر یک چیزای خوردیم که باید آوازمون نقص شود. صدا پرده ها را زدن. این یک بار آواز ما را به پستی آورد. بعد ترکی همون کسبه کردیم. یک اینی آشکارا بگید که ترکی همون کسبه کردید راضی هستید یا که پشیمان هستید؟ میخواد رفتار کردن آدم. عقل بهترین نعمت است. برای همین گفتنی هم که علمی نافع هم ندادی کاسته عقل مکن. عقل انسان باشه. انشالله هم به همین عقل خدا دادم که همین قهم که داده است ما شکرانه میکنیم. راه یافتیم. بعدی با باغداری سر کردیم، با دهقانی سر کردیم، مهنت های حلال کردیم، خیلی عائله برپا کردیم. تمام فرزندو انشالله با اخلاق با آداب. این برای ما یک پیشروی یک موفقیت است که وقتی که فرزند کاری نیک میکنه از روی او گپ نمیشنوی. در زمانی که ما زندگی میکنیم از کاسته شدن اخلاق فرزندانشون، از گپ نگرفتن پدر و مادر و بد اخلاقی جوانان زیاد شکایت میکنن. شما چگونه تربیت کردید فرزندان خودتان رو که راضی هستید؟ فکر میکنید اساسش چی بود در تربیتی که شما فرزندانتان را کردید؟ اساسش با مهنت مشغول شدن، با مهنت حلال مشغول یعنی از راه حلال و مهنت حلال مشغول شدن. مثلا از یگان جا آورده خوردن نیو از مهنت خودمان فرزندا را تربیت کردیم. انا مثال مکتب میانه را خلاص کردن. در مکتب هم چند ها بار ما برای تربیت یا دادن آنها سپاسنامه ها هم گرفتیم. همین برای ما کافی میکنه. یعنی که از جای ندزدید، دست به فساد نزدید، مال حرام نخوردید، نتیجهش فرزندای خوب به دنیا آمد. همین خیلی اساسش همینه. ولی فرزند از من عائله تربیت میگیره. پدر و مادر چه خیلی که باشن فرزند همون را در معینش جو میکنه. آدمی خوب باشه برای خوب میره و آدمای نمیشدگی باشه و هم فرزندم به همون راه رفتن میگیره خواهی نخواهی. برای همین
باید ما تربیه فرزند رو از اویله سر کنیم که برای جمعیت، برای آینده دولت و ملت نشانی خوب شود، نه اینکه داغی وطن و پدر و مادر باشن. از جوانی به باغداری و دهقانی مشغول شده، امروز که از باغداران خیلی معروف در همون دهه و در ناحیه هستید. چیست که به دانشگاه داخل نشدید و چرا دانشگاه نخوندید؟ من از روی آن همون به استاد بدن و یک کسی رهبری نداشتن که ما رو به یک راه راست هدایت بفرماید. خیلی اومدیم که ای کنکورس غلطیدیم، در وقت یونیورسیت میگفتن حاضر دانشگاه ملی شده است. از کنکورس رفتیم، از سال دیگه میویم میخونیم، گفته همین خیلی رفتیم و دیگر نشد. میگه کاری امروزه رو با فردا مگذار. انا که گذاشتیم یک سال گذشت، ما خفا موندیم، دیگر نتونستیم اومده، یا که یکم سببای زندگی بار شد دیگر نتونستیم اومده. و بعد همون خوندن مکتبمون اویسته اویسته همون مکتب در نقص خوندن، حتی در همین دوره پیری هم بوده به کار رفت. مثلا من حاضر می نویسم یکم طلبه مکتب همون خیلی حسنی خط هم ندارم. منم دیدم که بسیار حسنی خط زیبا دارد. گفتم از کجا است این حسنی خط؟ از اون مکتب، از معلم برای انسان از همه بهتر است. اگر پدر و مادر در جای اول استاد، معلم از جای دیوم میگیرد، البته برای تربیه انسان. ما از معلم‌ها بسیار خرسندیم، سختگیر بودن، نه که او وقت نمیفهمیدیم، کم ترک مثال دماغمون میسوخت. حاضر ها میگیم هزار رحمت به همو که من همونو بودن که ما سخن خوب یاد گرفتیم. من بود به شعرگویی مشغول شدیم. این 700 غزل شعر نوشتنم خیلی کاری مهمه. مثلا 2-3 کتابمون بچه برآمد. از اینکه دانشگاه داخل نشدید و این که در سن 80 هستید، پشیمان نیستید که دانشگاه نخوندید؟ اکن پشیمانم، نه که سود نداره. آرمانی نیستید؟ پشیمانم، سخت پشیمانم، نه که سود نداره دیگه. باید با راهی بیاییم که خودمون اصلاح کنیم. کاش که میخوندن بخونید در جوانی. شما دعوتتون است که بخونن در جوانی. اگر میخوندم شاید که با این عقل و با این دانش یک جای نمایانی را صاحب میشدن که آینده با فرزنده و ملت تاجیک عموما قوم اقربا از ما فخر میکردن، نه که پشیمانم گذشت وقت. جوانی همین خیلی فرصتی هست که یک قدم قفامونی میگذرد، برگشتن نمیشود، پشیمانی میشود، نه که پشیمانی سود نداره. برای همون هر یک قدمی ماندگیره استوارانه قدم موندن در کار. ببینید شما از سن 5 سالگی معیوب شدید. یک آدمی که معیوب میشود دیگر دست و دلش از دنیا خنک میشود و رو میورند بعضی‌ها به طلبندگی، به کارهای دیگر، بعضی کارها. ولی شما شوق زندگی داشتید، اینقدر باغ‌های کلان بنیاد کردید، زمین به دهقانی مشغول شدید و شعر نوشتید. همین نظرتون به این موضوع چیه؟ یک آدم جوش کم تر درد داد و معیوب شود دیگر رو میورد به طلبندگی و تنبلی. ما دونستیم که خدا را زوره میکردن که ما را خیلی نکنه که بشینیم و طلبندگی کنیم. خدای ما را قوت بده که کار کنیم و به محنت روز گریم. گرچند معیوبم باشم، من زندگی نه گذراندم به محنت حلال. بله. همه وقت از هیچ کس کمی ندارم در زندگی. از خدا راضیم، از زندگیم راضیم. گرچند معیوبم باشم به محنت حلال خورم نکرد خدا تو های میرزه. بهتر هم سپاس خدا رو برای این نعمتاش. البته ببینید شما بسیار وقتی که میخوان در پیری یک پیرانسالی خوب داشته باشن، یک قامت خوب داشته باشن، چهره زیبا داشته باشن، امروز هر کارا میکنن، دست به ورزش میزنن، آبوزی میرن، نزد دکتر میرن، از علف داروهای زیاد علفا استعمال میکنن. این سیری که شما اینقدر مثلا شوق دارید به زندگی، امروز هم حرکت دارید، خیلی از نگاه جسمانی پرخوری چی است؟ حلال همین است. مهنت در باغم کار میکنم، مثال زمین کلان میکنم. خیلی تو حاضر اکنون کم سیز شده شده حقیقت قوت، نه که میکردم. هیچ وقت من نمیگفتم که اگه من نیمتنه یا که اینوالیدم مجروحم و کار نکنم بشینم بیارن منو بتن بخرن. نه، من همین عرض دانسته تو حاضر مهنت میکنم. انشالله همین ورزشی من
سری موفقیت این که حرکت و این قدر باید ورزشی و از این که ما از این 6 آشنا شما رو با زینه ها برواریم خیلی عذر میخوایم و شرمنده هم هستیم. خب چون امکانیت و شرایط که نبود من در خوبه شما رو با این زحمت گرفتار کردیم. بشینی ای همش میمونی، یعنی باید آدم فقط در حرکت باشه. حرکت کردن بهترین. و شما از کی به شعر گفتن آغاز کردید و چرا فکر کردید شعر باید بگید؟ من بعد استقلالیت در می دوره پیش استقلال همین نفهمی آدمو و من تقصیر بد رسوند. خود به خود با یکدیگر نمیفهمیدن، تاجیک به تاجیک، برادر به برادر، پدر به پسر، از روی نفهمی قریب تاجیکستان از بین رفته بودند. انا همین تاثیر کرده. من نویگری ها را دیده، آبادی را دیده، زحمت های مردم تاجیک دیده، از نو بود در دلم حواس شعر نوشتن پیدا شد. چنانه که فردوسی رستم نوشته است، من تو حاضر ما میخونیم. شاهنامه را نوشته. شاهنامه در رستم تصویر کرده است. آدمای بد و نیک هر کدامش در موضع خودش تصویر کرده. ما هم همین خیلی نیت داریم که آدمای نیک ابد مردم را کاراشون با مردم در دفتر بنویسین، در کتاب‌های خود بنویسین که مردم و بعد ما هم بدونن که مهنت چیه، وطنداری چیه، آباد کردن وطن چیه. من وقتی این کتاب شما را مطالعه کردم، یعنی نشر کتابی که دویم شما شهد مدعا نشر کردید، درباره علم و معارف و دانش زیاد شعر گفته اید. درباره علم و معارف و دانش چرا اینقدر تاکید روی علم و دانش است که جوانان بخوانند، کتاب بخوانند، علم ببینند؟ چرا بابا؟ البته علم و دانش سرچشمه همه موفقیت هاست. عذاب میکشی، شب زنده داری میکنی، میخونی که بعد لذتی او را میچشی، برای که موفق شدی. از پیش خود هیچ نمیشه. خوندن در کار، علم آدم به درجات میرسن. الان خصوص کتاب های بدیعی که آدم نوشتن و هم درد داشتن که این کتاب ها رو نوشتن، از درد مردم آگاه میشوی. کتاب خونی همه معنیش، نه اینکه خیلی حادی را که کمتر کاسته شدگی کتاب خونی. بله. این برای موفقیت مردم است. بله. بیدار کردن مردم است که باید آدم همین خیلی مهنت کنه، از همه کار به درک باشه. یک نماینده مثلا گشتنگیری ما در یک مملکت پرچم تاجیکستان رو میبردارن، 10 میلیون خلق تاجیکی که او را میبینن همه قوت میگیرن. البته ای موفقیت یکدیگر خرسان شدن در کار، یکدیگر دوست داشتن در کار. آبادی دولت اولش که احترام خود تکن، مردم ترا احترام میکنن. بله درست. ببینید وقتی شما شعر مینویسید، ربایی مینویسید، غزل مینویسید، باره هم شنیدید میگن که شاعران دروغ مینویسن، شاعران دروغ وصف میکنن، شاعران مبالغه میکنن در شعرشون گاه. اینا را فهمیدید و پاسختون چی است به این موضوع؟ اینا فقط آدمایی که سواد ندارن میگن. سوادناک ایگه پن نمیگه، چون که مضحک هم داره شاعری، درام هم داره، چند نمود داره. در کدام نمودش؟ نمودش است که برای خنده می نویسن که آدم همین بخونن و بخندن، یک لحظه دل خوشی کنن. ما مقصد نوشتن ما انیق برای حیات انسان، چیزی که از سرگذشت‌های خودم گذشت، از همقشلاقیان گذشت. یک انسان از مبلغ خودش راه بنیاد میکنه، کپرک بنیاد میکنه، او را ما ننویسم. من مثلا ننویسم، یا که یکون شاعر ننویسه، کی میدونه 10 سال بعد که کی بودو؟ برای همین چیزا من وادار کرد که همه آدما را ترنم کنم در شعر داستانم، در باراشون بنویسم. آباد کردن قشلاق، آباد کردن دیار، آباد کردن جمعیت که مهنت کردن، مهنت‌های همو را در کتابون درج نمایم. یعنی این شعرهایی که شما نوشتید یکم جو دروغ نیست، مبالغه نیست؟ من دروغ نمیتونم یا مثلا خوشامد نیست؟ نه، همین چیز مهنت اصلی را دیدم و باید مردانوار تصویر کنیم. کاری نیکشه، نیک از بدی ها پرهیز کردن آدم ها را هم نشان میتیم. شما از همون نسل هستید، از همون تاجیکان هستید که امروز در کوهستان
جایگاه خودتون دارید، باغ بنیاد میکنید، با زمین مشغول هستید و گویا همین کوهستان تاجیکستان با مشتان قبیدید. ولی نسل امروز ترک میکند میرود از کوهستان، خواه مهاجر میشد، خواه خانه و درشانی پرتاید میرود. همین برای شما غم انگیز نیست؟ البته غم انگیز است. البته قدر مهنت هم نمیدونن، حاضر به هر روز زندگانی کردن ممکن است. مثال امروز را فکر میکنن، نه که فکر نمیکنن که همین جای نو آباد بود، گذشتگانی ما آباد کردن. ما باید آبادتر کنیم برای نسل آینده خودمون، نه اینکه ترک او کنیم و مثال از اینجا بیرون رویم. همون قشلاق‌ها هیچ بودن، از هیچ آباد کردن. ما زندگی داریم. یا شهر هم که باشه، همه شهر هم از هیچ آباد کردگیان. قدر آبادی و آبادکاران رو بدونم باید. هنر اسب سواری هم دارید و باغداری هم دارید، دهقانی هم و شعرنویسی هم، کدومش بیشتر دوست می‌دارید؟ ما اساساً وقتی که شعرنویس شدم، البته شعرنویسی را دوست می‌دارم، نه که اسب بازی کسب پدری ما از پدر و بابیامون آمدگی. من به همین حال حاضر اسب دارم، هر کس او را سوار شده نمیتونه. من همون را یک علاج کرده به خود رام کرده سواری میکنم. نمیک هنر است رام کردن است. رام میکنم سوار هست در خانه. ما همین کسبه را دوست میداریم. یعنی بیشتر اسب سواری رو دوست میدارید؟ بیشتر اسب سواری دوست میداشتم. هاکن دیگه کم ترس. هنوز هم شما چیکار سر حال هستید، سر حال هستید و خدا کند که عمر بیشتر بینید. پایگاه های اپودروم دوشنبه اومده اشتراک کردیم با اسبم. بهترین. و خیلی من نکنم همین پام بعضا در من شد، خیلی نیم بهار شدم، لیکن دیل یکم ایده همون بزبالگی را ایدست نداده است. همون غیرت هست انشاءالله. غیرت هست انشاءالله. بهترین. ما گفتیم که درباره همین شعر و شاعری نظر مردم این است که میگن این مردم فقط شعر میخونن، شعر میگویند، از تکنولوژی نمیگویند، از پیشرفت نمیگویند، یا یگان زواد نمیسازن، فابریکا نمیسازن، یگان تکنولوژی نمیسازن، فقط کاری ما شعر و شعرگویی است، مخصوصا مردم کوهستان. شما به همین فکر چی نظر دارید؟ من گپی مردم دا طوری میگم، حقیقت نه که ما دعوت میکنیم که مردم همه شعرنویس نشوند. همه با شعرنویسی روزی آدم نمیگذارن. شعرنویسی هم آسان نیست. حاضر که بسیار شده شاعرای ما چخیل احیان آدمای بزرگی هستند تا حاضر زنده نماند. نه که ما دعوت میکنیم که اختراعکار شوند و هر یک کاری که توجیگ از دیگر ملت قفا نمونه. برابری ملت های پیشرفته اخیرشون یک اختراع کنن. ما شعرنویسا با سربلند شویم و همیو را انشاف کنیم، وصف کنید همیو را، وصف همیو را نویسیم. اگه با شعرنویسی توقع نمیشه، نه که اختراع کاری هم خوبه. این همش ای خواندن میشه. چرا شما فقط شعراتون درباره مادر، وطن، گنج، علم، دانش به شعرهای عاشقانه وصف ده حصار نورود، ولی شعر عاشقانه نداره؟ چرا؟ کم تر دارم. در حال ممکن بچه باشن درباره عاشقانه کم نوشتگی. نه عاشق نبوده در اون وقت. عاشق بودن بی عاشقی زندگی میشه. چرا از عاشقی ننوشته؟ حاضر عاشقم نوشتگی ممکن در کتابی بعدی نه بود چاپ شود. ان شاء الله 700 تا الان 20 تا شعر عاشقانه هست دارم. یعنی همون شعر عاشقانه که حافظ سعدی رو نوشتن اونا جنبه عرفانی ندارن. یعنی بعضی ما شعر عاشقانه رو میخونیم میگیم این جنبه عرفانی است، اخلاق است، این است. یعنی فکر میکنم اونم عاشق بودن. اونم عاشق بودن. با عاشق هسته که عاشق به وطن میشوه، عاشق به مهنت میشوه، عاشق به تمامی مثلا کسر و نعمت های خدا داده میشود. به هر چه عشق هست و فقط یک عشق برای اویله برپا کردن نیست. عشق به هر طرف وابسته داره. آدمی هست که برآمدن آفتاب عاشق همون را هر روز نگاه میکنه که چه خیل میدرخشه ای سری که انا میخواد عاشقانه هم هر خیلی. واقعا همون دهه شما خیلی کوهستان از کوههای بلند دارد و برآمدن و شدن آفتاب من دیدم خیلی زیبا است اونجا. شلاش اول میزنه آدم همون حواسش میگه جودا میرسه، بعد خیلی آسایشته تیرماز به گیجا میرسه، اولی بهار به گیجا میروه. آدم ها بسیار تحقیق میکنن. هر یکی عشق خودش داره برادر.
بسیار از نویسنده ها و شاعرها که آدمانی که اهل جنن کم خواب میروند، معمولا زیادتر بر وقت خیزی دارن، سحر خیزی دارن. چیزی برای جوانان از این بگید که جوانان ما چیکار کنن که در زندگی موفق باشن، خوشحال باشن، وقتی که به سن 80 به سن شما میرسن یک انسان های موفقی باشن؟ جوانان ما را من هم خیلی امید میکنم که اولش پدر و مادر را گپش بگیرن. کسی که گپ پدر و مادر را گرفت همه کوریوی نکیو را گپش میگیره. پدر و مادر را گپش نگرفت و دیگر گپ یگان کس نمیگیره. برای همه این هم اسلامیش دا گفتگیه، بله بله، هم انسانیش دا. بله. همین پدر و مادر را حرمت کنن. سحر خستی با فیض سحر بسیار ای، همون روز فیض زیادتر میشوه، همون روز نعمت خدا داد به تو بسیارتر میرسه. خدا بر روی نیک به تو نگاه میکنه. چقدر که ما سحر خستیم البته با خوشحال میشویم، دولتمند میشویم و ابرو میشیم. انسان خودش حرمت کنه انشالله همه کس او را حرمت میکنه. ما جوانای خوب بسیار داریم، البته به این جوانان نمیشوه. همین قوت ما، خرسندی ما، انا همین آرامی ما همین جوانو هن. ما امید داریم که همش برای راست بروند، کتاب بخونن، از حال پدر و مادر خود مدرک شوند، از حال جمعیت، از جمعیت بیرون برآمدن نمی شود، جمعیت حرمت کنن. با یان در دور پیری همین خیلی حرمت میبینن. هر کس از عمل خودش میبینه. چه خیلی نیتی که داشته باشی همو اخیرش به خودش میرسه. اگر نیک باشه با نیکی میایی، بد باشه آخرش پشیمونی میشه. نه که پشیمونی دیگه سود نداره. یعنی همه چی از نیت وابسته است. از نیت وابسته است. برای که این تقدیرات آدمای ما بیهوده نگفتن. هر یک گپی پند گفتگی او درس ادب به ما. اگر بسیم از تحت دل گوش کنیم امورا. انا میگه که نخونده آدم شدنش چخیله. ادب از کی آموختی؟ از بی ادب. اینم گپ ای آسان نکه. اینم صدها هزار سال گفتی انا میره. هم بی ادب دیدی که وای بیهودگی کرد، گپی بد شنید، تو اعراض کنی و روی راست برای میشه با آدم عاقل. آدم عاقل. بله. در اکثر دهها وقتی آخر ما میبینیم که جوانان زیاد هستند. مثلا نسل‌های شما نقل میکنن، باباهای ما نقل میکردن که ما هیچ وقت بیکار نمیستادیم، همیشه در یک کار و در یک فعالیتی بودیم. بعد ما میپرسیدیم که خیلی زمستان شما چیکار میکردید؟ تابستان که زمین بود و باغ بود اینها بود، زمستان محفل‌های شعرخوانی بود و گفتگو بود و جمع میشدن با موی سفید. دوره‌های شما هم چنین بود با بایان؟ در دوره ما همین خیلی بود. اینقدر کلفت‌های بسیاری نبود. حاضر جهان دیگه شده است، همه طلبات و زیاد شده است. پیشتر کمتر بود. خیلی یک دهخونی میکردن و را جمع آوری میکردن، بعد هم شب نشینی ها میکردن، آدمای سخندانش سخن میکرد، شعرخوانش شعر میگفت. خیلی بیقدر خوردنی های گوناگون هم که نباشن، به هر حال همون خوردنی های پیش کم بود و قوت داشت، لذت داشت. بعد همین چای قطعی بسیاری بخوری، یک خدی چای مزه دیگه داره. این طاقه خورد حاضر اگه کمتر طاقه خوری سر شده این جمعیت هم خیلی طلبات داره. شاید که همین با همین هم یک وقتی داشته. شما یک نسل بودید که اینترنت نداشتید، تلفن موبایلی نداشتید، یعنی وایبر، اینستاگرام، فیسبوک نداشتید. فکر میکنید اون وقت خوشبخت بودید که این وقتی که از تلفن دارید، ماشین دارید، این قدر گفتید که حرکت اون وقت چه خیلی، این وقت چه خیلی است از نگاه شما؟ از نگاه من اگر همین خیلی فکر کنی برای سلامتی انسان او وقت خوب بود. خوشبخت بودید شما؟ البته. خوشحال بودید؟ خوشحال. پدرای ما خوشحال بودن. غم کلفت دنیایی کمتر بود. مثلا اگر یک کس ماشین جیب بگیره، انا که در دلی چند همسایش با همین خیال الان که منم اهمی داشته باشم، انا خانه میره یا یک راهی میوه که امیره منم بگیرم. پیشتر هم یک پیاله چای داشتن و یک نان عادی داشتن، بیغم میگشتن. البته او وقت خوب بود نه که فقط برای علم تکنیکا حاضر خوبه که حرکت کردن در کار، دانشمند شدن در کار، بعد هم قدم زمان شدن در کار.
شما از قرآن و مثنوی و احادیث هم چیزی میخوانید؟ من راستیگه از قرآن استفاده میبرم، از سخنور، از پنداش، از حکمت های قرآن من شعر مینویسم. یگام کس نمیگه که رو کاری بیهوده کن، کاری کن که خطا دوست بدار، ملت تا دوست بدار، اجداد اولاد تا فراموش نکن. بعد بردارنده همین قوم شو، نه اینکه اونو را برای بدنامیشون حرکت کنی. نصیحت پند قرآن همین است. بله. یک پندنامه، یک نصیحتنامه، یک نعتی دارد که برای جوانان بخواند اینجا؟ البته نصیحت باشد، پند باشد. البته دارم، همین را میخوانم از روزگاری خودم من باشم. این برای همه تعلق. خوب، مرحمت. حیاتی من شما را دست عبرت، جوانی هم گذشت در خواب غفلت، ولی احساس نمودم دور پیری، سری زانو زدم در دست حسرت. یکی روز زندانم فرزند سازد، یکی با کسب و کار نامش فرازد. چه حاتم پیشه اش بود خیر خواهی، تمام مردمان او را شناسد. به شعر شاعری آلوده گشتم، به دور عالمی معنی نشستم، ولیکن وصف پیری گشت آشکار، سپاسدارم چیزی آمد به دستم. حیاتی من گذشت با خاکساری، با باغداری، نگردم حاجی ها گمنام به عالم، نهال رسته ماند یادگاری. در آخری برنامه میخواستم یک پیام، یک اندیشه، یک دعای برای بیننده برنامه کتابخوان، آنهایی که این برنامه را تماشا میکنند، یک پند است، یک نصیحت است، یک دعای بتید به این بیننده برنامه کتابخوان. بسیارشون در مهاجرت هستند، در هجرت هستند، بیرون از وطن هستند. یک دعای در حق اینا بکنید، یک پند و نصیحت بکنید، سپس صحبت را به انجام برسانیم. من در آخر گفتنیم که انسان بسیار چیزی بزرگ است، چیزی نادر است. اولی که به دنیا اومد، همین خدا او را عقل کرد. علمی نافیه هم ندادی، گفتم که کاسته عقل مکن، عقل باشه همه چیز میشه. عقل که داشته باشیم باید ما خودمون اول دوست بداریم، اجداد اولادمون دوست بداریم، وطنمون دوست بداریم، خدمت های کرده مردمان را از دوستی میگه که او به این وقت دشمنی آورد به مردم روزی سخت. ترسنزاده گفته است. انا همین معنا قدی زندگانی کردن در کار. ما دوست باشیم همه با ما دوست میشود. بعد ناموس وطن در هر کس ناموس خودش حساب کنه. ناموس ملت ناموس ما های. ملت ما با آبرو باشه، ما با آبرویم. من نصیحت میکنم که بچه ها، فرزندان یاش، من از جوانان، البته ما سرفرازی ما از جوانان است، ما با او اعتمادی بسیار داریم. البته قوت و دارایی همه بزرگی ما از روی جوانان میشه. جوانان برای راست روند، کتابخوانی را زیاد کنن، علم و مدنیت شونه بسیار کنن. من دعا میکنم که پروردگارا ما هممون از خداییم، خدا ما را برای راست هدایت کنه. جوانان را از گزندهای دنیوی و اخروی خدا نگهبان باشه، برای راست خدمتگاری پدر و مادر، دولت و ملت باشن، عقل رساشون بوده، درمونشون خور نزنه، درگی جایی باشن. قوت درمان ما ایروی جوانای به هر مرادی که نیک دارن خدا برسونشان. الله اکبر. تشکر زیاد، بار دیگر به برنامه خوش آمدید و تشکر که دعوت ما رو پذیرفتید. واقعا بیننده برنامه کتابخوان این گونه موسفیدان، این گونه باباها برای ما پند هستند، درس عبرت هستند. کارشون، زندگیشون، فعالیتشون برای ما یک کتاب زنده هستند و ببینید که در سینی 80 سینشون که از 80 میگذرد الک 81 چقدر مهنت میکنن، چقدر زحمت میکنن، چقدر کار میکنن، چقدر تلاش میکنن، باغداری میکنن، دهقانی میکنن، از مهنت حلال زندگی کردن و فرزندانشون رو با مهنت حلال کلان کردن. وقتی که با مهنت حلال کار کردند و فرزندان خود رو با مهنت حلال
خوراندند و پوشاندند، امروز فرزندان احترامشون میکنن، خوشبخت هستند. آرامش، پیشرفت، خوشبختی و زندگی آرام این در حلال خوردن، حلال کار کردن، حلال یافتن و حلال گشتن است. این را هر یک ما باید شعار اساسی خود در زندگی بدونیم. بار دیگر دعا میشه که در صحبت با ما بودند اکابیر شراف، زمیندار، باغپرور و یک نفری که زیاده از 700 شعر و غزل هم انشا کردن. الکی 2 کتابشون به نشر رسیده است، یکی شهدی مدعا و یکی دیگر رازی دل و همچنین کتاب‌های دیگر آماده نشر هستند و در این کار برای شما بابا موفقیت می‌خواهیم. سربلند باشید، خداوند براتون عمری دراز با برکت نصیب گرداند. یادآور باشیم که این برنامه کتابخوان بود. تا برنامه‌های دیگر در حفظ و پناه خدا باشید. خدا یار و یاورتون. برای دعوتتون متشکریم. سلامت باشین بابا. خب